سلام بچه‌ها، چطوری؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با این بادکنک پرآب اومدم. میخوام بزنم با یه موشک تیز بترکونمش. حتما تا آخر با من همراه باشید. خب دوستان، با این موشک نوک تیز بریم که بادکنک‌ها رو هدف بگیریم. با من همراه باشید. خب دوستان، این ترکیب بادکنک هاست که با ارتفاع مختلف چیده شده. بریم که با هم با این موشک بهشون شلیک کنیم. 3 2 1. اوه، نزدیک بود. موشک شد. اوه شد. ترکید. اوه، بغلش. اوه، بالاخره یه چیز ترکید. بریم برای بعدی. چه موشک رو نگاه کنید. بالاش کلا خیس شد. این چند تا میتونی بزنی؟ کلا خراب شد. اوه، بابا میام زنیه. هرچی از این موشک دیگه اصلا هیچی نمونده. باز شد. فقط نوکی ساله بود. بریم برای ادامه. بچه‌ها یه راه بریم. موشک کنترل کنیمش. اونطوری فردا بشه. خب دوستان، به دلیل اینکه موشک ما به این روز افتاده فقط 2 تا بادکنک تونستیم بزنیم بهتری که. خب بچه‌ها، امیرحسین اینجاست. میگی که میتونم 2 تا رو بزنم با این موشک فیس. برو ببینم پسر. اوه، خورد بشوری نترکید. برو بریم. ماشاءالله پسر، سریع. برو عقب‌تر. بزن. بغلش رد شد. ماشاءالله سریع. بچه‌ها موشک خیسه. آی ماری کلا پسر. یکی دیگه رو بیار اینجا. موشک رو بیار اینجا. بچه‌ها نگاه کنید، خیس خارج نمیشه. نگاه کنید. شنگ آب داره داشت میشه. نگاه کنید. شنگ داشت آب میشه که فشارش میاد. موشک کلا هم داره بازی میکنه، کلا له شده. برو برای آخریش پسر. ماشاءالله چجوری هم زد. خب بچه‌ها، 2 تاشو من زدم، 2 تاشو امیرحسین زد. خیلی ممنون که تا آخر دید. خدا نگهدار. 3 تاشو من زدم.